سلام، به خونه ما خوش اومدید. من علیرضا شجاعیان هستم، متولد تهران، شهریور 1367 و نقاشم. من از سال 1395 از ایران خارج شدم. 3 سال بیروت زندگی کردم و از 2019 یعنی تقریبا کمتر از 7 سال پیش ساکن پاریس هستم و اینجا هم که خونه ماست توی حومه شهر پاریس هستش. من نقاشی فیگوراتیو میکنم. اکثرا میتونم بگم قالب مدل هایی که طراحی میکنم بدن منتسب به مردانه هستش و سعیم بر اینه که یک تصویر متفاوتی از اون تصویر قالبی که از این بدن مردانه توی جامعه وجود داره نشون بدم. اون بخشی که میتونه شکننده باشه، قرار نیستش همیشه مبارز و قوی باشه. این مجموعه که پشت سرمه، یکی از کارا مجموعه بود به اسم زیر آسمان شیراز که بعدتر با یه مجموعه دیگه‌ای که موضوع نمایشگاه انفرادی بود امسال ادامه پیدا کرد به عنوان دیو سفید و درخت در آتش. چیزی که توی این مجموعه برام جالبه یک داستان معکوسی از سمبول هایی که توی نگارگری ایران وجود داره و اکثرشون هم حالا بر اساس متون مذهبی یا متونی مثل شاهنامه هستش. اینجا اون دیوها که شخصیت بد ماجرا محسوب میشن توی آثار من اینجا اومدن کمک کنن از اون لحظه ای که پدر که رستم باشه سهراب فرزندش رو نکشه. یه جوری برای من تداعیگر اتفاق تلخیه که با قتل‌های ناموسی داره تکرار میشه همیشه توی جامعه ما. متاسفانه نه تنها جامعه ما، توی تمام دنیا، ولی خب جامعه ما پررنگ‌تر شاید و برای من تاثیرگذارتر. و امیدوارم که با این تصویر متفاوت دادن از این بدن منتسب به مردانه یه ذره این تعصب روی هویت جنسی و جنسیتی رو و اینکه اصلا یک مرد چه شکلی باید باشه رو توی جامعه بتونم کمتر کنم. چون من یه نقاشم، در نهایت اسلحه من هنرمه. تنها کاری که میتونم بکنم، تأثیری که میتونم توی جامعه‌ام داشته باشم حتی از راه دور، چیزایی که میتونم از طریق نقاشیام روایت کنم و یا داستانایی که میتونم از طریقشون مستند کنم. یه چیزی که منو خیلی یاد خونه میندازه، یعنی برای من تصویر خونه داره، میوه خرمالوئه. چون اولین تصویری که از یه خونه دارم، خونه‌ای بود که دایم و مادر بزرگم توش زندگی میکردن و یه درخت خرمالو تو حیاتش داشت توی تهران. در هر موقع فصل خرمالو میشه خیلی این تصویره بر من برمیگرده و پررنگ میشه. انگار اولین تصویر من از چیزی به عنوان خونه است. بعد این هم که کار فرباد مرشدزاده عزیز، ازش چیزای دیگه هم دارم. هنر قابل استفاده خیلی بر من جالبه، هنر کاربردی شاید بهش بگیم، که اینم دوباره بر من نمیدونم تو کارهای فرباد خیلی معماری وجود داره و این یه فضای امن، یه فضای خونه ایجاد میکنه تو کاراش که من خیلی دوست دارم. تصور من هیچ موقع در موردش باهاش حرف نزدم، ازش نپرسیدم که آیا صرفا این معماری ها قراره یک فضای امن ایجاد کنه یا نه، ولی برای من هر چقدر این فضای محدودتر میشه جالبتر میشه. چون ما خب بعد از جنگ هم بزرگ شدیم و یه فکر کنم چیز مشترکی که همه بچه های بعد از جنگ انجام میدادن، خونه میساختیم. توی خونه با پشتی و ملافه و اینا یه خونه درست میکردیم که اون برای من خیلی امن بود.
هنوز وقتی میخوام به نقطه خیلی امن فکر کنم که اون امن ترین جای دنیاست، یه خونه توی خونه. من یکی از چیزایی که خیلی علاقه دارم اشیاست. به خاطر اینکه احساس کنم که اشیا مخصوصا اگر که یه گذشته‌ای داشته باشن خیلی الهام بخشن، با خودشون یه خاطره میارن، یا حتی بر من یا خیلی از شاید هنرمندای دیگه امکان تجسم بیارن. اینکه میتونی حدس بزنی، فکر کنی که گذشتهش چی بوده، چرا اصلا به اینجا رسیده و چرا امروز به دست تو رسیده، تا قبلش چه اتفاقاتی براش افتاده، و این خیلی برام جذابه. شاید اصلا هنرمند بودنم در نهایت با اثر هنری داری به یه شکلی یک شیء نامیرا خلق میکنی، یک بعدی از خودت یا اون خاطراتت یا ایده هایی که داشتی برای اینکه بعد از تو بمونه. یکی از چیزهایی که برای من خیلی جالبه کتابه، به خاطر اینکه کتابا هم داخلشون داستان دارن، هم این که جدای از اون داستان خودش دوباره یک شیئیه. و من وقتی که این کتابای قدیمی ایرانی رو اینجا پیدا میکنم برام خیلی لذت بخشه. بعد وقتی که میبینم مثلا چقدر خوب موندن، مثلا این کتاب رباعیات خیام اصلا واقعا خیلی زیباست و خیلی اتفاقی نمیدونم موقعی که دیدمش خیلی جذبش شدم که من این کتاب رو میخوام. بعد از که رسید تازه یادم افتاد که من تو بچگیم باهاش خاطره دارم. این کتاب توی خونه عموی پدرم بود و اونجا هم جایی بودش که خب بچه که بودیم خیلی میرفتیم. با یه شیئی دوباره برگشت، یه خاطره‌ای که اصلا پاک شده بود. خیلی کتاب نفیسیه، به خاطر اینکه خب قبل از این نسخه هایی بوده که اروپایی ها اومدن رباعیات خیام رو ترجمه کرده بودن و برای نگارگریش بر اساس اون الگوهای نگارگری ایرانی اومده بودن تصویرسازی کرده بودن. ولی این نه، واقعا یک نسخه ایه که جمع آوری شده به اهتمام سرتیپ دکتر حسین علی اسفندیاری 1328 و تصویرسازیاش خیلی جالبه چون خب قبل از انقلاب هم انجام شده. توی نگارگری مثلا موضوعاتی مثلا بدن برهنه زن و اینا دیدن بر من جالبه، چون اینا همیشه تصویرهایی بودش که ما لزوما از نگارگری توقعی نداشتیم. مثلا یکی کتاب که یک سری عکس از ایران، از کوه دماوند، از مردماش، از مکانهای مقدس، خیلی زیباست، خیلی زیباست. این اتفاقی که برای من میفته اصلا شاید یکی از دلایلی که انقدر دنبال اشیاییم که متعلقه به ایرانه، یه جایی خونه یا به اون معنای بزرگترش وطن تبدیل میشه برای تو مثل یه پازل میشه. با این اشیا دونه دونه انگار تیکه های این ظرف شکسته رو که مهاجرت برات شکستش پیدا میکنی و کنار هم میذاری. شاید مثل اولش نشه ولی حداقل بهت دلگرمی میده که دوباره سعی کردی ساختیش پیش خودت. این کلاه خود
کار اصفهانه، از پشتش امضای جوهریان داره. آره، که هنوزم فکر کنم فعالن توی اصفهان و یکی از اولین کسانی بودن که کار فولاد میکردن، این پرنده های علم و اینجور اشیا و اینا. بعد این یکی هم خیلی داستانش جالبه، من اینو تو ایتالیا پیدا کردم و جالبتر این که اینا رو توی لس آنجلس درست میکردن برای کارگرای نفت و بنزین و یک کارخونه به اسم مکدونالد که هیچ چیزی هم با اون مکدونالد غذایی نداره، رابطه‌ای با اون نداره و کارشون کلاه ایمنی درست کردن بوده که فکر میکنم که یک قاعدتا یک هنرمند ایرانی داشتن که یک سری از اینها رو اون هنرمند ایرانی طراحی کرده. قلمزنی سنتی ایرانیه که برام خیلی جالب بودش که روی یک همچین شیئی که قراره انقدر سخت باشه بیاد یک همچین ظرافتی رو به خرج بده. خیلی شبیه به اون ایده‌ای که من دارم از این بدنی که قراره، از اون چیزی که قراره براش تعریف شده که باید خیلی محکم باشه، بیای اون ظرافتش رو نشون بدی و اون بخش شکنندش رو نشون بدی. اینم کار یک هنرمند افغانستانی هستش به اسم علی خان که اگر اشتباه نکنم تهران زندگی میکنن و اینا پاپیه ماشه هایی هستش که ایشون درست میکنن. اینم کار یه هنرمند ایرانیه. من خیلی دوست دارم از آرتیست های نسل خودمون کار داشته باشم، به اسم فینا عبدی. خیلی جالبه. البته اینم دوباره هدیه گرفتم از خواهرم. اینم خیلی اتفاقی پیداش کردم. دست امضای روش برام جالب شد، احمد آباده 1307. بعد وقتی که یه ذره تحقیق کردم دیدم که احمد آباده پدر منبت ایران محسوب میشه. یعنی در حقیقت این یه چیزیه که باید اگر تو ایران باشه باید توی موزه باشه و این خانواده همچنان ادامه دادن. یعنی نسل بعدش پسرهای احمد آباده اگر اشتباه نکنم یک سری منبت‌های توی یکی از کاخهای، فکر میکنم نمیدونم یا کاخ سعدآباد یا کاخ نیاوران، یه اتاق هستش که تمامش منبت کاریه، اونها رو انجام دادن. یعنی در اصل حتی اون زمان هم 1307 احمد آباده دعوت میشه از طرف دربار برای اینکه این هنر ایران رو در اصل به جهان نشون بده و خیلی جزئیات زیبایی داره این گل و مرغای ایرانی. بعد اینم که یه دونه از مجموعه 6 سریای خودمه که خوشحالم که تونستم نگهش دارم. برای ما آرتیستا کار خودمون رو داشتنم یه موقعی پیچیده میشه. حالا بعداً یه کار دیگه بهتون نشون میدم که خودم خریدمش بعدتر. اینم از سریای مونوپرینت دوست خوبم سعید میرشکاره که آرتیست ایرانیه و مقیم پاریسه. کلاً مستند کردن تاریخ و آرشیو برام چیز خیلی جذابیه. اینا یه سری صفحه های گرامافونیه از سخنرانی های مختلف شاه که توسط کتابخانه پهلوی منتشر شده بوده. از اون لذت بخشتر اینه که حتی وکیومشون هم باز نشده یه سریاش. این مثلا سخنان در جلسه هیئت عالی برنامه پنجم در سازمان برنامه 8 دی 1349. این آینه هم کار پژمان مرادیه که اینم از ایران اومده. خیلی هم سخت از ایران اومده.
چون کار آینه خیلی شکننده است، ولی خب خوشحالم که موفق شدیم آوردیمش اینجا. توی خونه های کوچیک فضای آشپزخونه بخشی از فضای زندگیت میشه. بعد به خاطر همین برای من خیلی مهم بودش که یه جورایی هم آشپزخونه باشه که کاربردی بتونه باشه، هم این که بتونیم یه ذره فضاشو به اون فضای نشیمن که الحاق شده نزدیکترش کنیم و یه زیبایی پسری هم پیدا کنیم. بخاطر همین موقعی که اومدیم توی این خونه خب این کابینت ها ادامه پیدا کرده بود. من گفتم اولا که اونقدر وسیله نداریم برای اینکه این همه کابینت لازم داشته باشیم و کابینت ها رو برداشتیم و طبقه زدیم و داشتم یه نور کوچولویی درست کردیم و یه سری اینجا هم کارهای چاپ دستی دارم که خیلی دوستشون دارم. این یه کار هنرمند ایرانی دوباره میر محمد که برای من خیلی جالبه. نمیدونم ماهی زنده است یا مرده، ماهی گلیه در هر صورت. میتونه هم سمبل زندگی باشه هم سمبل مرگ و اینکه تو رو مابین این دوتا ایده نگه میداره که نمیدونی کدومشه. این دوتا هم کار هنرمند فرانسویه. اینم دوباره جز اون آثار هنریه که به دست من رسیده توی زندگی نمیدونم چندمش. کاری هنرمندیه به اسم یوش. نوشته بامزه هم روش داره نوشته گربه مرتضی علی پیوندی با شیرشاه شاهی که حالت یه شیر و خورشید داره. کار یه آرتیست ایرانیه فاطمه ابولیفرد که خیلی برای من نمیدونم یادآور دهه 60 دهه 60 70. این نمره دوزی هایی که روی عکس ها انجام میده، عکس های قدیمی واقعیه و نمره دوزی که انجام میده، اولا نمره دوزی خیلی شبیه اون تصویریه که روی کتاب های مدرسه‌مون بود همیشه. بعد خب خود تصویر هم یه تصویریه که شبیه به دوران جنگه، یه چیزی که خب من خیلی توی آلبوم عکس‌های مادر بزرگم از عکس‌های عموام، عکس‌های بابام دیدم. من شمع خیلی دوست دارم. مثلا بچه که بودم آتیش خیلی دوست داشتم. همیشه کبریتو که روشن می‌کردم خیلی برام لذت بخش بود این شعله‌ای که ایجاد می‌شد. اینم بشقابم کار دوست خوبم مرتضی خسرویه. اونم هنرمند خیلی خوب ایرانیه که الان پاریس ساکنه و اینم دوباره جز اون تصویراییه که زندگی توش داره، روایت داره، رنج. اینم کار ابوالفضل معصومیه، ابی معصومی که هنرمند ساکن ایرانه و من خیلی کارشو دوست دارم. این مثلا این مجموعه‌ای که دوخت انجام میده روی پارچه و داستانش هم خیلی جالبه. این تکنیکیه که خواهراش یاد گرفته و اون تکنیک سنتی پته دوزی فکر میکنم باشه.
اینجا هم درس قراره به عنوان یه آلترناتیوی باشه برای فضای کار، جدای از اتلیه، چون خب توی پاریس اتلیه دائم داشتن یه ذره سخته. یه موقعی هستش که ممکنه اتلیه نداشته باشم، اینجا رو به عنوان فضای کار استفاده میکنم، ولی در کل یه فضاییه که هم روی دیوارش یه سری تصویرهایی که برام الهام بخشه چسبوندم، یه سری از کارهای خودم هستش، یه سری کارهای هنرمندای دیگه هستش، یه سری هم کارهایی هستش که هنرمند ناشناسه و جای مذهبی برای من خیلی جالبن. اینم جز کشفیاتم خیلی برام جالب بود. اینم توی ایتالیا پیدا کردم، زنجیره و که واسه مراسم محرم استفاده میکنن. نمیدونم سرگذشتش چی بوده، ولی خب برای من مثلا بچه که بودم شمنم توی محرم زنجیر زدم، نمیدونم خیلی برای من کلی با خودش خاطره داره. آره اینجا یه فضای خلوت امن برای فکر کردن. چون روی پروژه های مختلف کار میکنم، میگم من خیلی از اشیا الهام میگیرم، به خاطر همین شروع میکنم به جمع کردن اشیایی که با اون پروژه مرتبطه و الان دارم روی یه مقدار ایده جنگ کار میکنم و اون اجباری که جنگ ایجاد میکنه و آدمهای معمولی رو تبدیل به یه سری آدمهای دیگه میکنه که خودشون هم حتی شاید بهش فکر نکنن. اکثرشون هم مرتبط به جنگ جهانی دومه. عکسای سربازا با یونیفرماشون. حالا اتلیه هم که بریم، توی اتلیه حتی یه سری یونیفرم و اینا هم داره. اینم یه دونه حالت کتابچه است که سال گذشته منتشرش کردیم و یه درس اتوبیوگرافیه از داستان علیرضایی که 20 و چند روز بعد از پایان 8 سال جنگ متولد میشه و با پورتره‌های شهیدا بزرگ میشه. ادامه پیدا میکنه تا به اون شرایطی که ما هنر خوندیم، تا هم تصویرهایی که با جوهر سیاه حذف شده بود از کتاب‌های تاریخ هنر و اون اشتیاقی که برای دوباره ساختن اون بدن حذف شده توی این علیرضا به وجود میاد. داستان ترک ایران، صفحه آخرین مهر پاسپورت که توی پاسپورتم خورد و خیلی جالبه، روی صفحه‌ایه که برج آزادی روشه. برای من خیلی سمبولیک بود. 19/6/1395 29/9/1395 29/9/1395 آخرین باریه که من ایران بودم و یه خاطره تلخ دارم که موقعی که داشتم مأموری که داشتش این رو مهر میزد پاسپورتمو، به جایی که بشنوم که مثلا منتظریم که برگردید یا هر چیزی، شروع کرد به مسخره کردن گوشواره‌ای که به گوش من بود و گفت مشکل شنوایی داری که اون تو گوشته. آخرین چیزی بود که توی ایران شنیدم. بعد ادامه پیدا میکنه از نمیدونم رفرنس هایی که توی کارم هستش، از حذف شدنش مجددا توی پاریس، اتفاقی که برای پروژه پیکانم افتاد، این کار اینجا هستش و بعدش میرسه به داستان گابریل. این دیوار همین دیواریه که الان داریمش که اینجا تموم میشه. در حقیقت یه شروعیه برای این پروژه جدید و این گابریل که میگم یک شخصیت خیالیه شاید، که کسیه که اینجا به دنیا میاد ولی با یه خاطره جمعی از تمام این آدمایی که توی این سالهایی که اینجام توی کارم پیدا شدن و یه جوری داستان ایران منو به داستان فرانسه وصل میکنه. اینم تصویر کفشاییه که باهاش رسیده بودم پاریس. این وضعیت رو نداشت اولش، ولی خب همه میدونن که کارهای اداری پاریس رفت و آمداش چقدر سخته
تبعید و مهاجر بودن کار آسونی نیستش. اینا رو خیلی برام سمبولیکه. موقعی که پیکانمو داشتم کار میکردم اینا رو میپوشیدم برای اینکه یه آدم باشه که هنوز خیلیا تو همون شرایطن و به ساحل امن نرسیدن. این همون کاریه که گفتم که خودم دوباره خریدمش از مجموعه 5 ایامه که توی ایران کار کرده بودم. درست اینا پروژه های دانشگاه هم بود. توی دوره کارشناسی اگه اشتباه نکنم سال 2015. اینجا هم یه کتاب داریم که بر من خیلی ارزشمنده. جز اولین طراحیاییه که توی فرانسه انجام دادم سال 2019 و روی کتابی جلد کتابی رمان انتخاب شد و چاپ شد و از شانس خوبم این رمان خیلی موفق شد. رمان یه نویسنده کانادایی مصریه، یه داستان عاشقانه توی دهه 80 توی مصر که دوتا شخصیت داره به اسم طارق و علی. طارق یه دکتر که ازدواج کرده و خیلی از یه موقعیت خانوادگی بالا، طبقه اجتماعی بالا میاد و علی که یک مرد جوونیه که از یه طبقه پایین جامعه میاد و روایتی که این دوتا چطور با هم روبرو میشن و زندگی طارق عوض میشه و عشقی که به وجود میاد. برای من به عنوان یه هنرمندی که حتی به اندازه کلاس دانشگاه هم فضا نداشتم که کارامو نشون بدم، کار من همیشه روی میز بود با کاغذهای سفید پوشونده شده. بعدش هم می آوردمش خونه توی کمد نگهش می داشتم. این شاید برای آرتیستای جوانتر بتونه الهام بخش باشه که نگران این نباشید که کارتون رو کسی نمی بینه یا مجبورید که توی کمد نگهش دارید، مجبوره که سانسور بشه. یه روزی دیوار خودش رو پیدا میکنه، یه روزی مسیر خودش رو پیدا میکنه و دنیا میبینتش. بر من خیلی سمبولی که هر بار که کارم دیده میشه و به عنوان یه آدم مهاجر، یه آدمی که اومده توی یک شهری که تازه قرار شهرش بشه، پشت هر ویترینی که میبینمش انگار یه ستاره است که داره چشمک میزنه که شهر رو برای خودت کردی. این پورترم سال 2022 مرتضی که تازه اومده بود پاریس، من براش مدل شدم و این رو از من نقاشی کرد و محبت کرد و به من هدیه داد. خیلی هدیه ارزشمندیه برام. کار مرتضی خسرویه. ایده پدیدارشناسیه که میگه که خودی وجود نداره، یعنی هر چیزی به واسطه رابطش با اون اشیای پیرامونش معنی پیدا میکنه. اینا هم یه سری سکه های دوران پهلویه که من چاپ دستی کار کردم قبل از که از ایران بیام بیرون، برای اینکه خب نیاز داشتم یه ذره پول جمع کنم و میدونستم که چیزیه که بالاخره مخاطب زیادی داره و شروع کردم به چاپ دستی سکه های دوران پهلوی رو درست کردن و خیلی موفق بود. ولی متاسفانه سود 35 داشت و بعد که اومدم فرانسه امانت دادم دست یک شخصی، ولی بعدش دیگه هیچ وقت بهم برنگشت. اینا هم داستانش جالبه. اینا تراشه های مداد رنگیمه، چون من تراشه های مداد رنگیمه هیچ موقع دور نمیریزم. من کارام هم اکثرش، یعنی 90% کاری که انجام میدم با مداد رنگیه. این تراشه ها برام حکم سند اون کار رو داره، زمانی که سپری شده و اینا رو یه سریاش رو با رزین حالت با مهر برجسته خودم درست کردم. یه کیسه من تراشه مداد رنگی دارم که بهتون نشون بدم. اینا هم یه سری نمیدونم جای قلم شاید باشه یا چی، برای دوره قاجاره. برام خیلی جذابن، خیلی اون لطافتی که داره
اون رنگایی که کهنه شده. یه دونم اینجا، این خیلی بامزه است، این تصویری که از این پادشاه و آدمایی که اطرافشن. نه جای قلم بوده. اینم کار مرتضی خسرویه، تاریخش 1390. برادرشه با یونیفرم سربازیش. من خودم چون سربازی رفتم برام خیلی یونیفرم و کلا دوره سربازی جالبه و چیزی هم که برای مرتضی توی این کار جالب بوده اینه که چطور این بدن کسی که به عنوان سربازه انقدر ضعیف و لاغرندامه، که تجربه خود منم بود تو سربازی. خیلی لاغر شدم توی دوره سربازی، 12 کیلو لاغر شدم. خب حالا اگه موافق باشید بریم فضای آتلیه رو ببینیم. اینم پوستر نمایشگاه آرتیست ایرانی هدی افشار. من خیلی خوشحال میشم موقعی که میبینم که آرتیست ایرانی کارشون توی موزه اینجا و کلی انرژی خوبی داره. اینجا هم فضایی که در حاضر برای اتلیه ازش استفاده میکنم. یه ذره روی هر پروژه‌ای که کار میکنم سعی میکنم که اون فضا رو یه ذره شبیه به اون موضوع بکنم یا اشیایی که مرتبط با اون موضوع توش داشته باشم. به خاطر همین در ادامه اون اشیایی که مرتبط به جنگ و کلا این نقش مرد در جامعه و جنگ هستش، به خاطر همین یه سری دوباره اینجا المان‌های مثلا عکس و مجسمه و اینا دارم. هم که تمام سرمایه منه مداد رنگیام. من مداد رنگی رو انتخاب کردم به خاطر اینکه خیلی سبکه و قابل دسترس برای کسی که مجبور بوده از یک کشور به یک کشور دیگه بره. فکر میکنم که منطقی ترین همین مداد رنگی ها بود به خاطر اینکه سبکه، میتونی بذاریش توی چمدونت و بری هر جایی که میخوای. À marcher dans les rues et je laisse mon ennui le long des avenues. این کارا هم تموم شده، بعد بدمشون قابسازی. به خاطر همین پشتش امضا میکنم که Où nos soirées de folie se rappellent à ma mémoire. La nuit est claire et pas à pas les heures passent une à une, la tête en l'air. خواستم بگم که کلاً خونه یا هر چیزی، همه اینا ذره ذره جمع میشه. یه سری از کارهای هنرمندای دیگه هم هستش که توی ویدیو نتونستم نشون بدم چون هنوز قابشون نکردم. انگار مثلا مثل یه پازل میمونه خونه، زندگی آدم ها کلا. این تیکه تیکه هاشو میچینی روی هم و تکمیل میشه. وقت هم شاید تکمیل نشه. فرش خیلی اگه بهش بگیم اشیا شیء جالبیه و این فرش داستانش اینه که این از فرشیه که کار اشایر شیرازه و گیاهایی که روش داره، نمیدونم پرنده ها اینا، اولا که خودش کلی توش داستان داره. بعد برای من فرش انگار تبدیل به یه سمبولی از خونه میشه. یه زمانی بود چند سال پیش که خیلی اصلا احساس نیاز میکردم که من باید یه فرش ایرانی داشته باشم و این رو پیدا کردم از یک آقای جهانگرد فرانسوی که
حتی از خود ایران هم نخریده بودش، از پاکستان خریده بود این رو. ولی برای من خونه بود، چون که یه بخشی از تمام خاطراتمون روی این فرشا شکل گرفته، از شروع به راه رفتن کردن، از بازی کردن، همه روی این فرشا اتفاق می افتاد و اون دلتنگیه برای خونه انگار یه جوری با این فرشه پر می شد. اینجا هم فضای گالری بندانا پینل، گالری که باشون همکاری میکنم توی پاریس، و چیزی که جالبه برای ما هنرمندا، گالری تبدیل به فضای زیست میشه، چون که کارامون اونجاست و به نوعی جاییه که با آدم‌ها روبرو میشیم، انگار که دعوتشون میکنیم به اون فضای شخصیمون. یه سری از کارا هم همیشه توی آرشیو گالری هستش. مثلا این یه پروژه‌ایه که امسال در همکاری با مارک ژان پل گاتیه انجام دادم برای جشن 30 سالگی عطر لوملشون، که یه شیشه عطر یه دونه بدن مرد عضلانی، اون تصویر ایدئالی که به خصوص مد درست کرده از بدن مردانه. و خب مدل این دوتا یکی هستش که یکی از مدل‌های رسمی مارک ژان پل گاتیه است که من ازش خواستم برام مدل بشه، ولی به عنوان کار مرکزی یه مدلی رو انتخاب کردم که اتفاقاً اون بدن ایدئالی که فشن و مد همیشه ارائه میده نداره، یه بدنیه که در کنتراست با این دو قرار میگیره و برام جالب بودش که اون رو اتفاقاً به عنوان تصویر مرکزی بذارم. یه سری کار دیگه هم هستش، دو تاش از نمایشگاه انفرادی که امسال داشتم هست و یکی دیگه هم یه کار قدیمی تره که ذره متفاوته، چون من معمولاً روی بدن مردانه کار میکنم، حالا یکی بدن منتسب به زنان است. ممنون از اینکه اومدید به خونه، به اتلیه و گالری، به فضای زیست من، و خدا نگهدار.